سپس آداب طالب علم و بیان صله رحم، رابطه پیوندی خویش و تباری. قرن الله الامر بالاحسان الى الوالدین والاقربین. الله سبحانه و تعالی امر نیکی بر پدر و مادر را و خویشاوندان را با توحید و منع از شرک، دوری از شرک یک جا جمع کرده می‌فرماید: و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا و بذی القربى. الله را با یگانگیش عبادت نمایید و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندهید و بر پدر مادر نیکویی کنید و بذی القربى و به نزدیکان خود هم نیکویی کنید. الله سبحانه و تعالی در قرآن این امر را بعد با توحید پیوست کرده. نیکویی پدر مادر و نیکویی بر صله رحم بر خویش و تبار به نزدیکان. این آیه کریمه بیانگر آن است که اول کارها این توحید است، پرستش الله سبحانه و تعالی. اولین حقها را عبادت کردن و عدس شریک قراردن و از شرک دوری جستن. حق پدر و مادر، سپس حق خویشاوندان. پس این ترتیبی که الله در اینجا ذکر کرده در این آیه کریمه، صله رحم بیان عظمت این رو می نماید، بیان بزرگ داشت نیکویی صله رحم رو بر نزدیکان می نماید. یک وظیفه دینی و بزرگ است و کسی می خواهد عبادتش کامل باشد باید با خویشاوندانش نیز رابطه خوب داشته باشد. و الله سبحانه و تعالی از ما بندگانش یک پیمان مخصوص در بیان صله رحم گرفته است. یا از این با خبر هستید؟ الله از ما یک پیمان مخصوص در بیان صله رحم گرفته است که الله می‌فرماید: و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، هنگامی که ما از بنی اسرائیل این پیمان را گرفتیم که جز الله را عبادت نکنید و بر پدر و مادر نیکویی نمایید و همچنین بر نزدیکان نیکویی کنید. پیمان یعنی الله سبحانه و تعالی از بندگان میخواهد که وقتی قدرت، مال، نفوذ و امکانات به آنها داده شد، این رابطه خویش و تباری را نابود نسازند، بلکه با آنها بی‌پیوندند و در عوض نیکی پاسخ داده شود، نبدین. آن نیکی که الله برای تو عطا کرد از نفوذ، از مال، از وقت، از هر امکانیت، این نیکی را با شکستن رابطه خویش تباری و پدر مادر از بین مبر. با تو خوب هستم، تو هم با آنها خوب باش. در مقابل احسان کاری کردن، در مقابل احسان مکافات دادن، این حقیقت صله رحم است. بارک الله فیکم. برای همین این مورد را اهمیت بدهید. رسول الله گفتند: لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمه وصلها. پیوست کننده آن نیست که فقط با کسی که با وی پیوسته است بپیوندد، بلکه پیوست کننده کسی است که هنگامی که خویش او رابطه را برید با او باز هم خود را بپیوندد. اولین شده رفته چیز صلح کند، آشتی کند. روایت بخاری است. اگر یکی از خویشاوندان با تو بدی کرد، بر تو است که تو وی را عفو کنی، در بگذاری، اختیار نیکی را قبول نمایی و جواب بدهی. برادران یوسف علیه السلام بر یوسف چی ظلم می‌کردند؟ وقتی که یوسف علیه السلام با سر قدرت آمد، توانا شد و سرداری راهبریت را به عهده گرفت، چی جوابی بر آنها داد؟ و گفت که امروز برای شما دیگر سرزنش نیست. قال لا تثریب علیکم اليوم. امروز برای شما دیگر هیچ سرزنش نیست. یغفر الله لكم. الله شما را بیامرزد. یوسف علیه السلام و هو ارحم الراحمین، و او پروردگار رحمان و رحیم است. از صله رحم فقط این نیست که به خویش مهربانی خویشاوندان که هنگامی خوب است با او پیوند است، بلکه صله رحم آن است که هنگامی که او خود را از تو قطع کرد تو با او بپیوندی. صله رحم حقیقی آن است که با خویشی که تو را ترک کرده است جواب نمیدهد، رنج داده است، ولی تو باز هم به سوی او خود را رابطه را پوره میکنی، سلامش میدهی، حال پرسیش میکنی. حداقل در روزهای عیدی قربان و عید رمضان با این مناسبت او را تبریک میگویی و خوش آمدیدش میگویی. اگر یکی از آنها با تو ظلم کرد، بدگویی کرد، با احترامی کرد، حسد برد، بی حقی کرد، عفو و بخشش کن، درگذری کن، با نیکی جواب ده تا جایی که توان داری. و نمونه عالی این کار یوسف علیه السلام از گفتیم. چی بسا برادران یوسف بر او ظلم کردند، عظیمترین ظلم را کردند، در چاه انداختند، از پدر جدا
کردند، ولیکن وقتی با قدرت رسید، با کمال توانایی رسید، انتقام گرفت. بلکه چی گفت؟ امروز برای شما سرزنش نیست، الله شما را میبخشد که او مهربانترین مهربان هاست. یوسف علیه السلام با وجود همه این ظلم و ستم که بر بالایش آمد، آنها را بخشید، برای آنها دعای خیر کرد. پس این از اخلاق قرآن برای ما نمونه. بارک الله فیکم. پس صله رحم نباید کنده شود. میفرماید شیخ که یظهر اثر صله الرحم، ظاهر میشود اثر صله رحم با برکت در مال، در عمر. چون که رسول الله فرمودند من احب ان یبسط له فی رزقه، خوب گوش دهید، کسی که دوست دارد که رزق و روزش زیاده بگردد، و ینشأ له فی اثره فلیصل رحم، گفتند صله رحم کنه. صلی الله علیه و گفتند هر کی دوست دارد که روزیش فراوان شود و عمرش دراز بگردد، باید صله رحم کند. روایت بخاری. دوست داری که رزق زیاد شود و عمرت دراز بگردد، صله رحم کن. فراوانی رزق، الله درآمد، مال، امکان ها را برایت میکشد، برایت نیکو احوالی میآورد، مشکل ها آسان و حل میگردد. درازی عمر، علما میگویند که یا واقعا عمر بنده دراز میشود با تقدیر الهی، یا در عمر انسان چنان برکت داده میشود که در این مدت کارهای زیادی از نیکویی ها را انجام میدهد. گویا اینکه این بنده چند عمر دیده باشد، الله کارهایش رو بهتر میکند. و صله رحم سبب داخل شدن بنده جنت رو میگردد. یک مرد از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید دلنی علی عمل اعمله، ای رسول الله برای من یک عمل را نشان بده که من آن را انجام بدهم. یدنینی من الجنه، بل جنت مرا نزدیک میکند، و یبعدنی من النار، و من را از جهنم دور میسازد. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، الله را عبادت می‌نمایی و بر او کسی و چیزی را شریک قرار نمی‌دهی، و نماز را برپای می‌داری، و تقیم الصلاه و تؤتی الزکات، و زکات مال را پرداخت می‌نمایی، و تصل ذا رحمک، و صله رحم می‌کنی، رابطه خویشتن‌بری. یک جمله همه اصل دین، توحید، نماز، زکات، صله رحم، یک جا همه اینا رو آورد رسول صلی الله علیه و آله در این حدیثی که بخاری و مسلم روایت کرده هستند. همشو یک جا. صله رحم را از اینجا دور کردن، تو این نقطه رو ناپورا کردی. اینکه صله رحم از سببهای داخل شدن تو رو بنده جنت میگردد. پس صله رحم چیست؟ سوال می شود. حال پرسی. زمان ما چی با تلفن، چی با پیام، چی با عیادت رفتن، دوری از کینه، بدی، بد اخلاقی با سخن زبان، کمک کردن خویش نیازمند با مال، با نصیحت، با پند، اشتراک در شادی های آنها اگر که مخالفتی دین را ننماید، توی عروسی که بزم بازی و غیر از این چیزها، یا که جشن مراسم هایی که غیر شرعی هستند در آنجا چیزهای حرام و ریخته است، در مرگ و مرده آنها اشتراک کردن، بیماری های آنها را زیارت کردن، سلام دادن، احترام، دوری از غضب و تحقیر در حق آنها. از درگاه الله سبحانه و تعالی می‌خواهیم که ما را با این نقطه‌ای که صله رحم است توفیق عمل کردن را عطا فرماید.